سلام خدمت دوستان عزیزم. تصمیم گرفتم که داستان کوتاهی که نوشتم رو با شما دوستان عزیز به اشتراک بگذارم. داستان این ویدیو در رابطه با یک زن هستش که زیر پوست شهر تهران داره زندگی میکنه. اسم این داستان تبلور یک زن هستش. امیدوارم از اون خوشتون بیاد. هر روز خسته و کسل از خواب بیدار میشدم. انگار نه انگار که میخوابیدم. صبحها اصلا دلم نمیخواست از خواب پاشم و یه روز جدید دوباره شروع کنم. یادش بخیر وقتی 7-8 ساله بودم و از خواب بیدار می شدم یه جا و قرار نداشتم. حتی اصلا دوست نداشتم 1 دقیقه از روز رو از دست بدم. واقعا چی شد که اون دختر پر انرژی تبدیل شد به یه زن افسرده و دلمرده مثل من؟ اون روزا دست و صورت اونو می شستیم و می اومدیم سر سفره صبحانه. مامان همیشه سر سفره با لبخندهای دلنشینش ما رو نگاه میکرد و آقا جون وقتی نگاهمون میکرد از چشماش فقط مهربونی سرازیر بودش. بابا اما همیشه قبل از بیدار شدن ما یه چایی میخورد و برای 1 قرون دوزار میرفت بازار. اون روزا چقدر خوب بودش. من و داداش سلیم میشستیم سر سفره و کلی با هم کلکل میکردیم. مامان برامون لقمه‌ها حاضر کرده بود که دیرمون نشه. ما هم تون چای تازه دم و سر میکشیدیم تا بریم مدرسه. داداش سلیم به من میگفت سیمین بودو دیر شد، من اول باید تو رو برسونم بعد خودم برم مدرسه. همش از خودم میپرسم چرا دیگه چایای تازه دم اون مزه، رنگ و بو رو ندارن؟ ایراد از چایای جدیده یا طبع من عوض شده؟ داشتم تو خاطراتم سعی میکردم که یه دفعه ابراهیم صدام کرد و گفت سیمین لنگ ظهر شد، پاشو صبحونه منو آماده کن، باید برم دم مغازه. کاش که حداقل یه روز صدای نکرهشو نمیشنیدم. ابراهیم مرد چاق، قدی متوسط و دماغ درشت و گوشتی بودش. صورتش پر بود از خالهای گوشتی. همش تقصیر بابا بودش که من رو دادش به یه مرد همسن و سال خودش، فقط به خاطر اینکه صاحب مغازه بود و دستش به دهنش میرسید. افسوس میخورم و میگم کاش که میشد درسم رو تو دانشگاه تموم کنم و برای خودم مطب بزنم. آخه حیف بود رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی رو اونطوری نیمه تمام بگذرم و بیام. کاش که الان به جای مرتیکه بوگندو دستم الان تو دسته رضا بودش. رضا شبیه شاهزاده رویاها بودش. مردی قد بلند با ریشای مرتب آنکارد شده. چشمای درشتی داشتش. گرمای دستاش رو هنوز تو خاطرم دارم. کاش که الان اینجا بود. به قول آقا جون کاشکی و کاشتن و سبز نشد. پا شدم صبحونه رو حاضر کردم اما انگار به پاهام 100 کیلو وزنه بسته بودن. ابراهیم صبحونه‌اش که تموم شد مثل یه مهمون بیادب کتشو پوشید و پاشنه کفششو برکشید و رفت. هر وقت از خونه میرفت انگار وزنه از روی قلب من برمی داشتم. راستی اگر بابا من رو زور نمیکرد با ابراهیم ازدواج کنم زندگیم الان چه شکلی بودش؟ اصلا ازدواج کرده بودم؟ نمیدونم. شاید من و رضا با هم آینده‌ای داشتیم. شاید هم نه، ولی اگه با رضا بودم ممکن بود تا الان یه دختر شیرین یا یه پسر کاکلزری هم داشته باشیم. آخه اون موقع از ترس بچه دار نشدن یواشکی قرصای ضد بارداری نمیخوردم. تو اون زندگی جا برای یه فرشته کوچولو بودش، اما تو زندگی با ابراهیم من خودم هم اضافی بودم. چرا باید یه موجود گناه رو قربانی میکردم؟ اون طفل معصوم چه گناهی داشت که بیا توی زندگی ملال آور؟ مثل خیلی از روزها افکار عجیب و غریب سرم رو پر کرده بود که یه دفعه متوجه ساعت شدم. از وقتی که این مرتیکه نکره میرفت سر کار انگار دنبال ساعت کرده بودم. ساعت شده بود 10 صبح. باید قبل از اینکه ابراهیم برای نهار و چرت ظهرش بیاد خونه میرفتم خرید و بعدم نهار رو حاضر میکردم. از خونه زدم بیرون و رفتم فروشگاه. چقدر هم شلوغ بودش. به هر ترتیبی بود میوه، سبزی و گوشت رو خریدم و رفتم تو صف صندوق. حس کردم یه نفر از صف صندوق کناری به من خیره شده. کاملا سنگینی نگاهش رو حس میکردم. وقتی سرم رو برگردونم تا ازش بپرسم چرا اینطوری به من زل زده نفسم بند اومد. آره خودش بود. چقدر از موهای سفید شده بود. توی ریشش هم پر شده بود از لکه‌های سفیدی. واقعا رضا بودش. بی اختیار اشک از چشمام سرازیر شدش. همونطور مبهوت و حیرون بودم که متوجه شدم خانم صندوقدار میگه خانم ببخشید نوبت شماست. گیج و سردرگم خریدار رو حساب کردم و اومدم بیرون. اما رضا داشت دنبالم میدوید و میگفت صبر کن سیمی کارت دارم. دستام داشت از شدت هیجان میلرزید و قلبم داشت از سینم بیرون میومد. بی اختیار ایستادم. نزدیکم شد و گفت سیمین باورم نمیشه این تویی. چقدر عوض شدی. ولی هنوز توی چشات اون سیمین شیطون شاد رو میشه دید.
بالاخره تونستم قدری خودم رو کنترل کنم و گفتم رضا اصلا درست نیستش ما با هم حرف بزنیم. رضا حرفم رو قطع کرد و گفت سیمین، شاید این دست تقدیر بوده که دوباره ما رو با هم روبرو کرده. فکر کن تو این تهران پر از آدم که شاید خیلی هاشون هیچ وقت تو عمرشون با همدیگه روبرو نشن، ما باز جلوی راه هم قرار گرفتیم. این دست سرنوشت. گفتم این فقط یه تصادفه. بعدم گفتم دیرم شده و باید برم. رضا گفت این کارت منه، هر وقت تونستی بهم حتما زنگ بزن. خیلی دوست دارم بیشتر درباره این سالهایی که ازت خبر نداشتم بدونم. کارت رو گرفتم و سریع برگشتم خونه. وقتی رسیدم خونه اولین کاری که کردم این بود که کارت رو هزار قایم کنم تا دست مردک نکره بهش نرسه. سریع خودم رو با پختن غذا مشغول کردم و شروع کردم به درست کردن سالاد. اونقدر توی افکارم غرق بودم که متوجه نشدم کی دستم رو بریدم و این همه خون توی ظرف سالاد جمع شده. هنوز توی افکارم غرق بودم که سر و کله ابراهیم مثل عجل معلق پیدا شدش. میز رو چیدم و نهار رو خوردیم. اینقدر برای این مرتیکه جعلق بی اهمیت بودم که اصلا متوجه تغییر رفتارم نشده بود. واقعا من فقط نقش خدمتکار و کنیزش رو داشتم. نه روز تولدم، نه سالگرد ازدواج و نه هیچ چیز دیگه براش اهمیت نداشت. فقط براش این مهم بود که غذاش آماده باشه و هر شب که دلش میخواست بیاد سمتم و حاجت روا بشه. ابراهیم همش بهم نیشه کنایه میزد که اگه اجاقت کور نبود تا الان باید حداقل 2 تا کاکلزری تو این خونه بالا و پایین میپریدن. ولی راستش ترجیح میدادم تا انگ اجاق کوری رو بهم بزنه تا اینکه یه موجود دیگر رو سیاه بخت کنم. حالم از این زندگی و روزهای تکراری به هم میخورد. تنها دلخوشی اون روزهای سیاه من خوندن کتاب‌های رمان و داستان کوتاه‌ها بودش. خودم رو ساعت‌ها توی دنیای قصه ها غرق می‌کردم. خیلی وقتا دوست داشتم جای قهرمان داستان ها باشم، ولی بدیش این بود که حتی توی کتاب قصه ها هم قهرمان ها اغلب مردها بودن. اونایی هم که قهرمان اول داستانشون زنها بودن، زندگیشون کمتر از من سیاه بخت درد نداشت. شاید به این خاطر این قصه ها اینقدر تلخ بودن که واقعیت تلخ دنیا رو داشتن کاملا انعکاس میدادن. یک هفته از روز دیدار من و رضا میگذشت و من هنوز نتونسته بودم که به خودم بیام و به روزهای کسالت آور خودم برگردم. تو این یک هفته همش خودم رو شماتت میکردم که اصلا چرا کارت رو گرفتم. از طرفی داشت حس کنجکاوی منو دیوونه میکرد. یعنی تا الان اصلا رضا ازدواج کرده؟ چرا اصلا ازش نپرسیدم؟ ولی اگه ازدواج کرده بود که نمیومد جلو و کارتشو بهم بده. داشتم خیال بافی میکردم که تلفن خونه زنگ خورد. گوشی رو برداشتم. صدای اکبر شاگرد مغازه ابراهیم بود که داشت حقیق میکرد. گفتم اکبر چی شده؟ درست حرف بزن. گفت خانم آقام رو با تیر زدن. گفتم چی؟ کی با تیر ابراهیم رو زده؟ اکبر جواب داد دزدا خانم. الانم آقا رو بردم بیمارستان شهدای 7 تیر. گوشی تلفن رو پرت کردم و سریع رفتم بیمارستان، اما دیر شده بود. ابراهیم قبل از اینکه به بیمارستان برسه مرده بود. ولی من احساس ناراحتی نمی کردم. از خودم بدم اومده بود که حتی نسبت به مرده اون مرد هم اینقدر احساس تنفر داشتم. یعنی مرگش هم نتونسته بود باعث سرد شدن آتیش نفرتم بشه. کارهای زشت و پلیدی رو که در حقم کرده بود رو نمیتونستم فراموش کنم. ابراهیم کم روی من دست بلند نکرده بود. خیلی از شبها برخلاف میل من هر کاری که دلش میخواست با من میکرد. نه تنها حس تنفرم فروکش نکرده بود، چه بسا بیشتر هم شده بود. دلم میخواست انتقام سالهای تباه شده زندگیم رو از بدن سرد و بیجونش بگیرم. دلم میخواست اینقدر با مشت به سر و صورتی ضربه بزنم تا یکم خشمم تخلیه بشه، اما این کارا سودی نداشت، چون دیگه ابراهیم دردی رو حس نمیکرد. مراسم 40 ابراهیم هم گذشت و کمی حالم بهتر شدش. جالب بود که اطرافیان فکر میکردن که به خاطر از دست دادن شوهرم پریشون احوال شدم، اما واقعیت این بود که به خاطر از دست رفتن فرصت انتقام از اون مرد پلید به هم ریخته بودم. بالاخره جرأتش رو پیدا کردم تا به رضا زنگ بزنم و باهاش توی کافه قرار بگذارم. اینقدر ذوق داشتم که شب قبل از قرار تا صبح نخوابیدم. با وسواس خیلی تموم لباسم رو انتخاب کردم و رفتم سمت کافه. انگار دوباره به سالهای دانشجویی برگشته بودم. عشق قادر استش که آدم دلمرده و افسرده‌ای مثل من رو تبدیل کنه به موجودی پر از انرژی و نشاط. رضا قبل از من رسیده بود کافه. باورم نمیشد که دست تقدیر دوباره ما رو به هم نزدیک کرده. خیلی حرف داشتیم در رابطه این سالها به هم دیگه بزنیم.
من اول شروع کردم و داستان زندگی نکبتدارم رو تو این سالها براش تعریف کردم. حالا نوبت رضا بود که حرف بزنه، ولی انگار خیلی مشتاق نبود که درباره این سالها با من حرفی بزنه. بالاخره لب باز کرد و گفت خب من هم این سالها برام گل و بلبل نبوده. البته قطعاً تو روزهای ملال‌آورتری رو پشت سر گذاشتی، ولی من هم ازدواج موفقی نداشتم. رضا گفتش راستش بعد از ازدواج تو من به نصرم پیشنهاد ازدواج دادم. ما با هم عقد کردیم. اولش زندگی بدی نداشتیم، ولی بعد از 1-2 سال دعواها و کشمکش‌هامون شروع شدش. با خودم گفتم یعنی رضا حاضر شده با نصرن ازدواج کنه؟ آخه نسترن بین دوستامون از نظر من زشترین و کریهترین دختر بودش. دختری بودش چاق با قدی کوتاه و لبهای نازک و چشمای ریز. بهش گفتم که متاسفم که تو هم نتونستی ایام خوشی رو تجربه کنی. بعد رضا ادامه داد ما خیلی زود بچه دار شدیم و صاحب دوقلوی دختر و پسر هستیم. بعدش ادامه داد میدونی سیمین الان میخوام به حرف دلم گوش کنم و با تو زندگی جدیدی رو شروع کنم. رضا با تعجب از رضا پرسیدم که کی از سیمین جدا شدی؟ رضا با تعجب به من نگاه کرد و گفت ما اصلا جدا نشدیم. بلافاصله گفتم خب پس قراره به زودی از هم جدا بشید، درسته؟ نگاه متوجه به رضا زودتر از اینکه حرفی بزنه جواب رو به من رسوند. بعد از یه سکوت سنگین رضا گفتش ما میتونیم با همدیگه سیغه بشیم و بدون اینکه نسترن چیزی بفهمه طعم عشق رو بچشیم. من خشکم زده بود و حتی پلک نمیزدم. بعد کیفم رو برداشتم و به چشمای پر از اشک از کافه خارج شدم. رضا تا دم ماشین دوید تا شاید بتونه از رفتن منصرفم کنه. اما من جوابم رو گرفته بودم. هر روز چند بار به موبایلم زنگ میزد اما اصلا رغبتی به جواب دادن نداشتم. یک روز بدون اینکه رضا متوجه بشه اون رو از محل کارش تا خونش تعقیب کردم. نسترن و دوقلوهاش بیرون از خونه بودن که رضا بهشون رسید. با گرمی با نسترن برخورد کردش و اونجا دریافتم که من رو فقط برای هوس خودش میخواسته، وگرنه اثری از طلاق عاطفی توی رابطه‌شون دیده نمیشد. الان حدود 3 سال هستش که از اون روز میگذره. توی این مدت خودم رو مشغول کاسبی و مغازه به جا مونده از ابراهیم کردم. از طرفی شروع کردم به ادامه تحصیل تو رشته پزشکی. این روزها خیلی زندگیم رو دوست دارم و دریافتم که مردها هم میتونن خوب باشن. این از شانس نچندان خوب من بوده که ابراهیم و رضا جلوی راهم قرار گرفتن. پایان داستان. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال میشم که اگه این داستان رو دوست داشتین اون رو لایکش کنین و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. منتظر داستان‌های جدید ما باشین. خدا نگهدار.